سلام علیکم جاران عزیز از آین گرهنگور و باغ امروز 22 می سال 2024 می باشد. قرار دارم در حوالی خودم محله اسپیچک شهر دوشنبه و با تماشای شما پیشنهاد میکنم من همین نمود این توت رو من سال 2021 پیوندش رو از ناحیه 16 شاهین سابق ناحیه شروبات آورده پیوند کردم و این توت رو در پیش من شروبادی ها در طبق چوبین کشته با قاشق آوردگی بودن و یک لذت خورده بودن و آوردم در اینجا پیوند کردم در شهر دوشنبه. این توت رو من زیاد کردم و چنان توتی با مزه است که موندن گرید. این با یک لذت خاص خودش رو دارد. این نه در توتی سیاه مونند نه در توتی سفید مونند. اینا من اینجاش که پس از همین آدمی گذشتگی در خونه من خورده افسوده است. اینه بینید، نه همین خیلی دست میکوبید که میریزد. ببینید چنون شیرین است که با موندن گرید. بسم الله الرحمن الرحیم. بویا عادتی خوبی دارد که اینجا این بلوش خشک میشود اگر مایزک میشود. ریخت. اینجا بینید یک دستتان خم کنید که هر چورش میبیاید. اینش هم همه خیلی با همه خیلی او پلنده با پختگی داشت بوده است. انا این همه شیرینش، این همه شیرین پختگیش اینجا خیلی گرفتن در کار جوره جانو. انا خیلی گرفتن در کار. انا دیده چه میگیرن توتا. انا کدام اگر از این توت پیوند کند اگر در خونهش راحت میکند. این توت خوردن دو تا داشتم من میسول 100 سومانی پیوند کدام برادری اومده خونه برد. اینا بینید این توتی عادی نه، این توتی پیوندی، توتی خسک نه. چون اون شکرش بلند است که موندن گرید. همین شیرینیش به همون توتی مرواریدی سفید است که با هوای برابر میباید. ممکن این شیرین تر هم باشد. حتی این شیرین تر است بگمونم. حتی این شیرین تر است. نبینید مرغا هم کارشون فقط توت خوری. دیدید همداران عزیز مرحمت به خونه من توت خوری بیاد. نودش رو آمده گرفته برده در خونتون پیوند کنید. فرزند شما پادر مادر شما به شما رحمت میگویم که شما این خیلی توت کردید و چینده به آنها برید. خیر در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.